درخشانی، احمد عباسی کنار دستشه. اوه یه لحظه اشتباه، بچا بود. باقر محمدی بگیره این توپ رو، باقر محمدی بگیره این توپ رو، چه بیرون پایی زد. شماره 9 عراق سالم خادم دروازه ما رو باز کرد. دوباره خود خلیلوند، سعید احمد عباسی توپ میگیره، خودش جلو میره، شوتش از همونجا میزنه. بله این درسته، خیلی زود به بازی برگشتیم. حالا بازی رو به جریان میندازن. باقر محمدی، ای بابا چقدر راحت، خیلی راحت. سالم خادم گل دوم زد. یه برخوردی هم داشته پاش با دست باقر محمدی، ولی انگار بعد زدن ضربه بود. همچنان خودش توپو در اختیار داره. دفاع فشرده عراقی ها. بهروز عظیمی، تیر دو هست دوباره. درخشانی، خوده بهروز عظیمی، چه پای چپی، چه گلی، چه بازیکنی داریم. عالی بود، عالی بود شوت بهروز عظیمی. اینجا ضربه آخر عالی زد مهدی خانی و انصافا هم خوب گرفت موقعیت رو. جونم حسین طیبی، زدیم گل سومو، عالی زدیم گل سومو. نگه داریم توپو. ای وای، سالار آقاپور لو داد توپ رو، باید خیلی مراقب باشیم. باری کلا بهروز عظیمی گرفت توپو، موقعیت برای ایران گل چهارم. بهروز عظیمی خودش میخواد پاس بده، حالا ضربه و دیگه توپ رفت تو گل. دیگه تیرک هم نتونست جلوی سالار آقاپور رو بگیره. مرد سال فوتسال آسیا خیال ما رو راحت کرد. حالا یه نفس راحت میکشیم. ممنون سالار آقاپور.